راتاتویی خوراک خوشمزه سنتی فرانسوی هست. برای پخت اون ما نیاز داریم به بادمجان، کدو سبز، گوجه فرنگی، پیاز 3 عدد متوسط، سیر 2 حبه، ربع گوجه فرنگی 2 قاشق غذاخوری، زردچوبه و فلفل سیاه هر کدام 1 قاشق مربع خوری، پودر فلفل قرمز به هر اندازه‌ای که خواستید. ابتدا بادمجان ها رو نیمسان برش میزنیم، توی یک سینی میچینیم، روی اون نمک میپاچیم تا تلخی اون گرفته بشه. کدوها رو به همون صورت نیمسان برش میزنیم، توی یک سینی میچینیم، روی اون نمک و فلفل سیاه میریزیم تا مزه دار بشه. گوجه فرنگی رو هم به همان صورت نیمسان برش میزنیم. پیاز رو به صورت خلالی یا نگینی خورد میکنیم، سیر رو هم خورد میکنیم. در یک تابه که روغن ریختیم پیازها رو اضافه میکنیم. پیازها رو مرتباً هم بزنیم چون برای این خوراک ما نیاز به پیاز کاراملی داریم. بعد از اون سیر رو اضافه میکنیم، زردچوبه و فلفل سیاه، ربع گوجه فرنگی هم میزنیم و به موادمون 1 لیوان آب اضافه میکنیم. وقتی سسمون غلیظ شد کف یک ظرف مثل یک پیرکس سسمون رو میریزیم. بادمجان، گوجه، کدو به ترتیب موادمون رو میچینیم. باید به صورت فشرده بچینیم. در غیر این صورت بعد پخت ظاهر قشنگی غذامون نداره. مواد رو هم باید تک تکشون رو مزه دار کرده باشیم. توی کاسه روغن زیتون، فلفل سیاه و پودر سیر میریزیم، هم میزنیم و با فرچه از مخلوط روغن زیتون روی اون میزنیم تا در هنگام پخت خوش رنگ بشه. روی اون رو با فویل میپوشونیم. چند تا سوراخ با چاقو ایجاد میکنیم تا بخار غذا از اون خارج شود. درپر از قبل گرم شده با دمای 180 درجه به مدت 1 ساعت و 45 دقیقه اجازه میدیم تا بپزه. نوش جان.